سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من راستین ویایم هستم. امروز ببین یه گیم پلی کالاف گرفتیم. ببین یه گیم پلی داشتم، همینطوری اومدم تو این ویدیو باهاتون حرف بزنم. گیم پلی رو یه دونه گرفتم، الان اومدم روش دارم صدامو میگیرم. دیگه چه خبر بچه‌ها؟ من همینطوری گفتم امروز یه گیم پلی هوس کرد. خیلی وقت ویدیو نذاشتم. این ویدیو رو گفتم بذارم تو یوتیوب دیگه، حال گفتم تو آپارات ندارم، گفتم یا هر دوش میذارم یا میذارم کلا تو یوتیوب. بخشید بچه ها، یه ذره من گوشیم ضعیفه، لگ میزنه گوشیم، اینطوریه دیگه، ببخشید. ولی دیگه حالا دیگه بخشید بزرگی خودتون. ببین اینجا این تفنگاتیچیه رو برداشتم، گرفتم زدم، هد یارو رو آوردم پایین، گفتم بیا پایین بابا بچه سرمون دریه. من نمیدونم از این فاصله چرا دارم با HS میزنم، ولی نمیدونم. از این فاصله زدم، یه بدبختی و سگ دمیج کردم و بک خودم رو زدم. خیلی لگ میزنه گوشیم و ببینم میتونم عوضش کنم. جدی خیلی لگم، یعنی وسط ویدیو الان گرافیک رو وری های وسط ویدیو شاید بگین خب گوشی بدبخت گرافیک گذاشتی رو وری های، خب فشار میاد بهش دیگه، همینطوری لگ میزنه. ولی جدی رو گرافیک لو بود. حالا برای ویدیو گفتم شاید حوصلتون سر بره با گرافیک پایین، ولی دیدم لگ میزنه، اصلا با همون گرافیک پایین بدارم بهتره. آره دیگه اینطوری. ببین اینجا لگ خالصه، این فاصله گفتم میتونم بزنمش که ماشاءالله کیل دزدی شد، یعنی یکی کیلمو دزدید. همینطور الکی تیر زدم، بعد داره دیگه الکی تیر زدم، رفتم تو خونه. اینجا چیکار کردم؟ رفتم این دی رو گرفتم. تا رفتم گفتم بیا پایین بابا سرمون درد گرفت، گرفتم زدنم داغونم. یا اینجا دیگه دیدم گوشیم داره لگ میزنه، رفت تو مخم، گرافیک گذاشتم رو لو، فریم ریت گذاشتم رو های. حالا جالب اینه که با همین وضعیتی که اینقدر داغونه، گرافیکم گوشیم روی فریم ریتم روی مدیوم بوده. حالا گرافیک گذاشتم رو لو، فریم ریت رو گذاشتم رو های دیگه، حداقل 60 رو بتونه بهمون بده، که اصلا 60 رو نبین 60 رو نمیتونه، فکر نکنم بده. ببین گوش فکر نکنم اصلا 60 بهمون بده، ولی کلا گوشی نیست که برای بازی خوب باشه. ببین برای بازی هستا، ببین یعنی اونطوری نیست که گیمر باشه بری این گوشی رو بخریم، خیلی لگ میزنه، میره رو مخت. ولی آره دیگه، اگه خدا کنه بتونین حمایت کنین آپارات که چی دیگه به چخ رفت. دلیلش هم اینه که چند تا ویدیو میلاد و نستی گذاشتیم به چخ رفت. حالا امیدم به یوتیوب درآمدش هم بهتر از آپارات و اینا. اگه بتونم جمع کنم یه آیپد بخرم. ببین رو این گوشی بازی جواب نیست. مثلا یه آیپد 2024 که تا 1000 سال بعد کار کنم، ویدیو بذارم، اگه شانسم باشه حمایت کنید، اون موقع تازه میتونم آیپد شاید بتونم. برای آیپد 2024 که خیلی مثلا قیمت های آیپد ها رو نمیدونم در چه حدیه، ولی ببین قیمت ها رو الان براتون، قیمت آیپد ها رو میارم براتون رو صفحه ببینم. آره دیگه، ببینیم حمایت میکنین. اگه حمایت کنین از یوتیوب، اسم یوتیوب همون همین راستین ویایم، یه ویدیو گذاشتیم که اونو تو آپارات هم گذاشتیم تبلت چی کنیم، نصف یه عالمه بهمون فوش دادن تو کامنت. بچه اون تبلتش راستش بخوام بگم تبلت سالمی نبود، برای همین الکی فوش ندیم. ویدیوش هم اول ویدیو یوتیوبمونه، برای همین الکی فوشمون نکشیم. اون تبلتش کار نمیکرد و تبلت خرابی بود. ببین روشن میشد، نه سیم کارتش کار میکرد، سیم کارت خورش که کلا کار نمیکرد، هیچی هم توش دانلود نمیشد، نت بهش وصل نمیشد، جای سیم کارتش هم خوب نبود، وای فای خیلی هم قدیمی بود، باتری درست حسابی هم نداشت، یعنی باتریشو باید کلا تو شارژ باش کار میکردی. برای همین دیگه گفتیم دیگه ولش کن. اونا خودشون میخواستم بندازم بره دیگه، ما گفتیم دیگه، گفتم لو دادم دیگه، کل گند زدم به اون ویدیو، ولی اشکال نداره دیگه، بهتون
گفتم دیگه، حالا همه چی رو. بعد عمرو بود من و احسان اصلا ولش کن، من و احسان اصلا برنامه ریزی کرده بودیم که اون بخنده این تبلت رو ببریم بهش کنیم ویدیو رو باحال کنیم. یعنی اصلا برنامه ریزی داشتیم کرده بودیم که یه کاری کنیم این عقص بخنده که بخنده که این تبلت رو بهم بشکنیم. گفتیم شکوندن تبلت خالی به درد نمیخوره، حداقل سعی کن نخندی هم گرفته باشیم. بعد داره دیگه گفتم یه سعی کن نخندی هم حداقل گرفته باشیم. اینطوری بچه‌ش یه ویدیو تو ذهنمه، نمیدونم عملیش کنم یا نه، ولی تو ذهنم خیلیه. برام توی کامنت های این ویدیو حتما بنویسین که عملیش کنم یا نه. ایدهش اینه که میخوام اگه این ویدیو به بالای 15 تا لایک بخوره، 15 تا لایک بخوره دیگه خدایش عدد کمیه، میرم. میدونم اسکیه نمیخواد بگین این ویدیو رو ایدهش رو رفتی یا یکی دیگه گرفتی. میدونم از رفتم ویدیو رو ایدهش رو اصلا خودم لو میدم، از ویدیو پوی آیبوم گرفتم. بعد حالا اگه 15 تا لایک بخوره میریم من با 24 ساعت با همه اسنایپا بازی میکنم. فقط خدا برای پنجشنبه جمعه بعد بیفته. ویدیو رو امروز میذارم، فردا پنجشنبه است، پس فردا هم جمعه است، فردا پس فردا میتونم این ویدیو رو بگیرم 24 ساعت میتونم بیشتر تو 24 ساعت بازی کنم و این کارا رو میتونم کنم. اون ویدیو رو میتونم میکنم. سعی میکنم توی این امسال براتون فعالیت تو یوتیوب زیاد کنم. مثلا یه روز ببین من نت باشه، راستشو بخوام بگم نت خیلی ندارم همش، ولی اگه اینترنتم یاری بده منم حوصله‌شو داشته باشم براتون ویدیوهای زیاد میذارم. آره دیگه اینطوری بود. گفتم این ویدیو خیلی یکم هم حرف زده باشیم هم یه گیم پلی داشته باشه دیگه. گفتم حوصله‌تون سر نره. حتی من یه رو بخوام حرف بزنم گوشو بذارم رو دوربین بخوام حرف بزنم تو مخ میشه دیگه. ویدیو رو مخ بچه‌اش هیچ ویدیو گفتم تو مخ میشه دیگه. گفتم کلشو بخوایم بگو اسمشو، کلشو بخوام حرف بزنم مثلا دوربین رو بزنم جلوم یا کلا یه صفحه باشه فقط حرف بزنم روش تو مختون بره. من گفتم یه گیم پلی از کال آف داشته باشم اونو بزنم روش. الان میرم ولوم این ویدیوها رو کم میکنم که صدای خودم بیشتر معلوم باشه. خوابم میاد به شدت. ساعت چنده؟ 9:17 دقیقه چنده؟ حاجی 9:17 دقیقه شد. خوابم میاد شدید. حالا من که تا 12:01 بیدارم ولی خیلی خوابم میاد، جدی خیلی خوابم میاد، دارم میمیرم. یعنی سردرد دارم شدید، انقدر خوابم میاد، سرگیجه گرفتم انقدر خوابم میاد. الان بشینم این ویدیو رو بگیرم ادیتش رو یه ادیت ریزی هم روش بزنیم برم لالا کنم. نه تا 12:01 یعنی مونده 11-12:01 اینا. حالا اینطوریه دیگه قضیه. آره حاجی کیمنه 2025 اومد، من هنوز نرفتم بخرم گیر بستم، نمیدونم چرا. 2024 یه گونی ما الان جمع کردیم، 2025 اومد. چه احمد لجند ویدیو گذاشتش پیامش اومد. آره دیگه اینطوری بود. دستش هم که نفر دوم شدم و حالا دیگه اینطوری بود دیگه. بچه کانال یوتیوب چنل یوتیوبمون رو لطفا ساب کنید. بچه سعی میکنم دیگه بخوام یه قولی بدم که احتمالش 90% باشه. ببین یه قول بهتون میدم شاید احتمالش 70% باشه، یه قول بهتون میدم نه احتمالش 90%. قولی که میگم 70% اینه که براتون بتونم هر روز ویدیو بلندا بذارم. این قولو میگم 70% احتمال داره بتونم عمل کنم به. قول بعدی که میگم 90% احتمال داره بتونم عمل کنم بهش اینه که براتون هر روز این شورت ویدیو بذارم در مورد چیزای مختلف. حالا به هر حال دمتون گرم ویدیو رو دیدین. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.